بزرگمهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟ تقریبا یک سال پیش هنگام واخری با مادرم اوید شکنجه شکایت کرده بود. بعد از آن دیگه ما یگان شکایتی بزرگمهر یارف رو نشنیدیم. شاید الکی خسته شدند از مبارزه ها، تن دادند. در سخنان مادرم که هر یک فرصت معین با او واخوری میکند، روحیه بزرگمهر در این سمت استوار است. هرچند که با معلومات ما رسیده با بزرگمهر چند مرتبه کوشش کردن که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام امام رحمان تو که شما را عفو کند. بزرگمهر یارف راضی نیست. بزرگمهر یارف از اول تا حاضر در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم. تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگمهر یارف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگمهر؟ یگان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگمهر یا تغییر دادن حکم بزرگمهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات‌های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس‌های دیپلماتی و سروران دیگر دولت‌ها ممکن با وجود آید. از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگمهر، پرونده بزرگمهر یارف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروه از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگمهر یارف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصل قضیه چی است؟ بزرگمهر یارف از همان 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نوشته بودند فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. از 3 نفر رو تصدیق کرد. در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکاناتی نیست که دیگر پرونده شما رو بریم. ولی اون 15 نفر دیگر بعضی‌هاشون رو عموما نمی‌شناخت یا که بعضی‌هاشون با واسطه دیگر اشخاص با بزرگمهر مراجعت کرده بودند و اون مبلغ‌هایی که آنها می نوشتن مثال $10,000، از اون $10,000 شاید 2,000 به دست بزرگمهر رسیده باشد. و یعنی این پول های هستند که این چی پول ها هستند؟ حق خدمت است یا واقعا هم این کدام پوره است وعده برای میانجیگی برای دادن کدام یک منصبدار؟ این کدام پول است؟ این همه پول ها حق خدمت ادوکات می باشد و چون که قانون محدود کردگی نیست اندازه مبلغ میگرفتگی رو از مزاج و مناسبت های بین بزرگمهر چون ادوکات و این شهروندان همچون مزاج در اساس کودکس گراجدانی باید بررسی شوند، یعنی که بستن شرطنامه. و اگر نگریم با ماده 14 به فکرم پیمان بین المللی اوید به حقوق انسان که تاجیکستان رو اعتراف کرد و یک جزئی سیستم حقوقی تاجیکستان است، در آنجا نوشته شده است که هیچ کس نباید برای اجرا نکردن شرط‌های شرطناموی یا که نوپورا اجرا کردن آن به زندان کشیده شود. باید که یکم این مزاج‌ها از روی قانون به خود بزرگمهر مراجعت می‌کردند، بعد با کلیگ ادوکات‌ها برای بررسی این بحث مراجعت می‌کردند، بعد از آن که از نتیجه بررسی این عریضه‌هایشان ناریضا می‌بودند بعد به سود گراجدانی باید مراجعت می‌کردند. ولی ببینید که این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، مقامات قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه ضد ادوکات‌های نامعقول استفاده کرد و تا این حال هم دوام میکنه. خیلی که ما میدونیم با قریبی من در فیسبوک خوندم که نسبت رئیس انجمن ادوکات‌های تاجیکستان چون این عملها انجام داده شده است، مزاجان آنها دعوت کرده میشوند و هر یکی آنها زنگ زده میشوند، مزاجی چند ساله هم زنگ زده میشود و از او از کسی زورا کرده میشود، از کسی با زوری گفته میشود، کسی رو فریب میکنند که اگر خواهی مبلغ صرف کرده‌ات رو بازگردونی، اگر خواهی که وضعیت فرزند تو خش تباری تو در محکمه سبکتر شود، مرحمت نسبت ادوکاتی که یگان کار رو اجرا نکرد عریضه نویس.